همین شیطانی خناس است کو انسان وسواس میکنه. ما مسئله همین در کمتر معلومات دارم، برستیگه میخوام که اشمو بفهمم با پراتر شه. ما خیلی الحمدلله 5 وقت نماز میخونیم با قرآن همه طرفه. همین بعضا وقت میشود که خیلی در فکرمون در وقت نماز یا که بعد از نماز خیلی نسبت خداوند خیلی استغفرالله که دشنام نوی خیلی فکرای بد میآید، نه که استغفار میکنیم خیلی با زبانم تلفظ نمیکنیم، استغفار میکنیم، فکرم پریشان میکنیم که تا به همین فکرم به دیگر طرف برود. آیا همین او در ایمان ما زلال میرسونه یا که نه؟ نه انشالله ضرر نمیرسه و به اهمیت نداده فکرتون رو به دیگر جو میبرید و شیطان آدم اگر به گناه برده نتوند بعد هم خیلی وسوسه ها خوابای بد هم خیلی چیزا که دیگه غمگین میکنن آدم فکرش پریشان برای که میکنه. از یک طرف الحمدلله خیلی خدمت میکنیم در دین، با از یک طرف همین خیلی چیزا میشد کمتر اخسا عدو ذکر الله میکنیم راست دیگه. خار شو دشمنی الله میگوید و اهمیت نمیتید به گپاش. اخسا عدو الله دشمنی الله خار شو میگوید و اهمیت نمیتید. بله